سلام به همه دوستان شوکستی. خیلی مخلصیم. اگه بخوایم رو راست باشیم، خیلی از طلاقایی که دور و برمون میبینیم فقط به خاطر بی‌علاقگی یا خیانت و این چیزا نیست. فشار اقتصادی یه پای ثابت این ماجراست. درباره امنیت روانی صحبت میکنم. خانواده وقتی آرومه که حداقل یه امنیت مالی نسبی باشه. وقتی هر روز باید فکر کنی اجاره خونه از کجا بیاری یا آخر ماه چجوری خرج بچه رو بدی، دیگه جایی برای آرامش نمیمونه. این استرس به مرور رابطه زن و شوهر میشینه و تحت تاثیر قرار میده. جر و بحث‌های ریز اما مداوم. وقتی پول کم باشه بحث زیاد میشه، خواه یا ناخواه. از خرید و خوراکی ساده بگیر تا قبض برق و وام بانکی، هر چیزی میتونه تبدیل به دعوا بشه. این دعواها شاید کوچیک به نظر بیان ولی هی تکرار میشن. کم کم باعث میشه یه دیوار بین زن و مرد کشیده بشه. بچه از بین رفتن کیفیت زندگی. آدم وقتی نتونه یه مسافرت بره، یه تفریح ساده کنه یا حتی لباس درست حسابی برای بچه‌ها بخره، حس میکنه زندگی فقط شده دویدن دنبال پول. همین باعث میشه زوجا فکر کنن اصلا ادامه دادن این زندگی چه فایده و چه مفهومی داره. تغییر توقعات. گاهی یکی از طرفین میگه تو باید بیشتر کار کنی یا درآمد بیشتری داشته باشی. اگه اون یکی نتونه، سرزنش و دلخوری شروع میشه. اینجاست که رابطه ضربه میخوره، کم کم مستهلک میشه و همه اینا روی بچه ها تأثیر میذارن و این وسط بچه هم قربانی میشن. استرس مالی و دعواهای خونه مستقیم روی روحیه و تربیتشون تأثیر میذاره. همین فشار دوباره بر میگرده روی زن و شوهر و اوضاع رو بدتر میکنه. خیلی اوضاع و فشارهای اقتصادی داره زندگی ها رو تحت شعاع قرار میده. جدیدن هم خیلی باب شده چشم روهن چشمی که آره فلان کس فلان چیزو گرفته، فلان گوشی رو داره، چرا من نداشته باشم؟ فلان یخچال داره، من چرا نباید داشته باشم؟ میدونید همه اینا باعث میشه یک تنش بین زن یا شوهر به وجود بیاد. آره فلانی دستپختش اینجوریه، این کارو میکنه، این کارو میکنه. اینا بچه‌ها همشون خیلی تأثیر گذاره. چشم رو هم چشمی هم یکی از شاخه های همین فشار اقتصادی میشه که چرا آقا طرف مقابلم فلان ماشین رو سوار میشه، فلان سفر رو میره، فلان چیز رو میره، من توقعم میره بالا نسبت به همسرم و دوست دارم خب منم داشته باشم، منم کمالگرا هستم و این باعث تنش میشه. چرا؟ چون همسر من شاید اون موقع نتونه این خواسته منو برآورده کنه و این کم کم جدایی میاره. خب یه جمع‌بندی داشته باشیم. طلاق هیچ وقت یهویی اتفاق نمیافته. معمولا یه عالمه فشار کوچیک و بزرگ روی هم جمع میشه تا زندگی به بنبست برسه. از بین همه این فشارها مشکل اقتصادی شاید از همه قوی تر باشه، چون وقتی پول نیست آرامش هم نیست و آرامش هم نباشه کم کم عشق هم رنگ میبازه. خیلی مخلصم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. اگه بازم میخواین ویدیوهای بیشتری براتون بسازم که دلایل طلاق چی هست، حتما ما رو دنبال کنید. مخلصیم.